14 ایول پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در ناحیه اسماعیل سامانی پایتخت بنای نو وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان را افتتاح نمودند. انشاءات از دو قسم عبارت بوده. در بنای یکم حجره‌های کاری راهبریت، واحدهای ساختاری، مرکز قبول شهروندان، تالارهای مجلسی، مشورتی، کتابخانه، حجره‌های خدمتی، کامپیوتری، ویدیو کنفرانس و مثل اینها جایگیر کرده شده است. در مجموع در بنای نو انفراساختاری ضروری برای فعالیت ثمرناک کارمندان مقامات عدلیه مهیا گردیده است. از جمله تالار کلان مجلسی با 500 جای نشست، تالار خرد مجلسی برای 140 نفر و 7 تالار مشورتی هر کدام با 40 جای آماده است. 5 مزاج A3 لطفاً گذارید بر افزانه 4 مرکز قبول شهروندان، کتابخانه، بایگانی، سینخانه های کامپیوتری، تیپوگرافیا، حجره های ویدیو کنفرانس، سرور، آشخانه، انبارها، تالار مشق با تجهیزات ورزشی، حجره های تجهیزات ضد سوختار از حجره های تکنیکی وزارت محسوب می‌یابند. با مقصد رقمی کنانی و اتوماتی کنانی فعالیت ثبت اسناد حالت شهروندی، نظام اطلاعاتی ثبت اسناد حالت شهروندی تهیه و جاری گردیده است. در این نظام زیاده از 250 کارمندان ثبت اسناد حالت شهروندی در 68 شهر و ناحیه عملی می‌نمایند. همزمان رقمی کنانی به حسابگیری، نگهداری دراز مدت، تأمین دسترسی فوری ثبت‌های بایگانی اسناد حالت شهروندی، نظام اداره کنی بایگانی ثبت اسناد حالت شهروندی تأسیس شده است. در مقامات ثبت اسناد حالت شهروندی زیاده از 35 میلیون ثبت‌ها محفوظ است. عین زمان زیاده از 1,700,000 ثبت‌ها رقمی کرده شده به این نظام وارد کرده شده است. رقمی کنانی ثبت‌های بایگانی زینه به زینه ادامه دارد. انشاءات در اساس دستور و سپارش‌های رهبر دولت محترم امامعلی رحمان به خاطر فراهم آوردن شرایط مساعد کاری و بهداشت سطح و صفت خدمت‌رسانی‌های دولتی بنیاد شده با تجهیزات معاصر تکنیکی و تکنولوژی‌های رقمی تأمین می‌باشد. توسط این تجهیزات ثبت‌های بایگانی مقامات ثبت اسناد حالت شهروندی زینه به زینه رقمی کنانیده شده در نظام اداره کنی بایگانی ثبت اسناد حالت شهروندی وارد کرده می شود. عین زمان در مقامات عدلیه 9 نظام اطلاعاتی با استفاده داده شده در ساحه ثبت اسناد حالت شهروندی و نotariat روندهای کاری را اتوماتی کنی نموده، اینچنین دیگر روندهای کاری توسط آنها تطبیق می‌گردند. در همکاری با آژانس اینواسیون و تکنولوژی رقمی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، کارخانه واحد دولتی قانونیت خدمت‌رسانی دولتی را در پورتال یگانه خدمت‌رسانی دولتی جایگیر نموده، مرحله بر مرحله برای شهروندان آنها را دسترس می‌نماید. چنین طرز اداره کنی امکانیت می‌دهد که فعالیت نظام‌های اطلاعاتی به‌فاصله تامین گردیده خدمت‌رسانی‌های دولتی به شهروندان با صفت و سریع پیشنهاد کرده شود. مورد استفاده قرار گرفتن بنای نوی وزارت عدلیه قدم مهم در سمت رشد انفراساختار مقامات عدلیه بوده. برای تطبیق اصلاحات ساحه گزارش به نظام معاصر اداره کنی و رقمی کنانی خدمت رسانی ها مساعدت خواهد نمود. شبه اپاسگذاری به حجت رسمی مقامات پروکراتور، مقامات سود، ثبت اسناد حالت شهروندی اداره نتروی که برای به رسمیت درآوردن حجت شخصی وکالتدار مساعدت میکنند. بنا با استفاده از مصالح با صفت و تجهیزات معاصر ساخته شده به طلبات زمان جوابگو می باشد. افتتاح انشاءات مذکور بیانگر توجه پیوسته حکومت جمهوری تاجیکستان بر رشد مقامات دولتی و فراهم آوردن شرایط ارزنده فعالیت آنها می باشد. ما کارمندان اسناد حالت شهروندی وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان برای
истифода додани бинои нави замонавии маъмурии вазорати адлияи ҷумҳурии тоҷикистон ба президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон изҳори сипоси беандоза менамоем. кӯшиш менамоем ба боварии президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон сазовор бошем. якдилона содиқона ба ватану халқи худ хизмат менамоем. бо бунёди бинои нави вазорати адлияи ҷумҳурии тоҷикистон якчанд идораи зерсохтори вазорат низ дар ин ҷо ҷойгир карда шуд. иншооти нави вазорати адлияи ҷумҳурии тоҷикистон дар доираи сиёсати созандагии роҳбарияти олии кишвар ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон бунёд гардидааст.